Hello friends، سلام دوستان، فرزانه هستم. به کانال English Translation Skills خوش اومدید. تا به امروز یاد گرفتیم که چطوری خودمون رو به انگلیسی معرفی کنیم یا در مورد کشور و ملیتمون صحبت کنیم. حالا وقتشه که یاد بگیریم چطوری در مورد شهرمون صحبت کنیم. بعد این درس میتونی خیلی راحت به انگلیسی بگی که اهل کدوم شهری یا الان کجا داری زندگی میکنی. Are you ready? Let's start. وقتی میخوای از کسی بپرسی که اهل کدوم شهر میگی What city are you from? What city are you from? اهل کدوم شهری؟ حالا بعد من تکرار کن What city are you from? Very good. حالا ازت پرسن What city are you from? چجوری جواب میدیم؟ اینجوری I'm from Tabriz. I'm from Tabriz. من اهل شهر تبریزم. به جای تبریز اسم شهر خودتو بذار. I'm from Tehran. I'm from Shiraz. Very good. حالا با من تکرار کن. I'm from Tabriz. Very good. حالا میخوای بگیم مثلا من تو شهر تهران زندگی میکنم. چجوری میگیم؟ با این ساختار. I live in Tehran. I live in Tehran. من تو شهر تهران زندگی میکنم. به جای تهران میتونیم بگیم I live in مشهد. I live in رشت. Very good. حالا بعد من تکرار کن. I live in Tabriz. I live in Tabriz. Very good. فرق نداره اهل کدوم شهری یا کجا داری زندگی میکنی. فقط کافیه اسم شهرتو اینجا بذاری. حالا بیا یه بار دیگه این جمله ها رو با هم مرور کنیم. What city are you from? I'm from Tabriz. I live in Tehran. Very good. Now let's learn a new words. City. City. شهر. From. توی جمله What city are you from? From میشه اهل. Live زندگی کردن. Now it's your turn. حالا نوبت شماست. من سوال میپرسم، شما تو کامنت ها جواب میدین. What city are you from? What city are you from? تو کامنت ها با I'm from و I live in جواب بدین. منتظر جوابتون هستم. Thanks for watching. اگه این ویدیو براتون مفید بوده لایک کنید و با دوستاتون به اشتراک بذارید و کانال English Translation Skills رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله خوشگلش هم بزنید تا درس‌های بعدی رو از دست ندید. Remember, today's English, tomorrow's translation. See you in the next lesson. Bye!